Nasib yasad nava domidir. Yaksadın nava. چون میخواستم که برای طبع شما رو خاطر خوشند کردن، خستگیتون رفت کردن. غیرت جانی عزیز، خنده هم داروز انسان را تباهت میکند. هروا رحمت قرصه کن به رحمت برمایل خاطر شنیدان حاضر تلویزیون رو دیستان تمام دنیا به کریز است قرصه میام کریزیس آمده شما با حاضر شنیدان جایهای قرصه کنید من خودم اشاره کرده میمانم گفتم مایلش من السلام علیکم پدران معتبر مادران مهربان برادران عزیز خواهران شیرین دوستان ارجمند لفظ خوش گفتن خوش است در شخص عادت می کند جسم جان کس زی حرف دوست راحت می کند در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف خنده هم داروز انسان را تباوت می کند خنده نمیره عصب را آرام میکرده است مستحکم میکرده است این فرد این سود را پیشگیری پرافلکتیک میکرده است کسلای استما سیر معده روده را تباوت میکرده است خندیده میگشته که آدم خارش نمیشده است ببینید خنده رگ گردن را برخواد میکرده است راههای نفس را تازه میکرده است خنده هضم تمام با کمک میرسونده است یگان کس مساج نکرده که جایدان رو مساج میکرده است یعنی روی کنده آجیمای روی اتوب میکرده است خنده نه فقط داره خنده مشکل کشا بوده است خنده رزق دولت بایگری فیض برکه بوده است خنده این نشانه خوشبختی بوده است ببینید با یک کلمه بگم با زمانی من روسیه смерть или улыбка она сама ничего не стоит но людям многого дает сказал великий мудрец 20 и 21 века мировой доктор Муллазухир Тохири نمیره همین قدر پیغمبران گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم آدم ها میداده که هیچ چیزتان نباشد یگان چیزتان نباشد هیچ نباشد با تبسم نگاه کنید گفتن چرا گفته پرسیدن چون خنده تبسم از همه بهترین صدقه گفتن اینه ببینید خنده با گفتن پیغمبر ما پروردگار مهربان چهرک شده است بنده های چهرک شده را دوست می‌دارد یک دقیقه از صدق دل خنده کنید یک سال عمرتان دراز میشده است خدا را شکر 37 سال باز خدمت خلقنده غیرت جان همراه کنید خدمت خلقنده اینه بر 37 سال باز هنرمندان مردم جمهوری تاجیکستان عبدالرحیم نیمادر عبیدالله رجبov سعید مراد مردانov هادی و شادی در ازبکستان ارگش کریمov روزا کریمov اختر اخجارov حسن گلداشov حسن شریفov محمد درویشov میرزابek خالمedov عبدالله اکبرov ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان ازبکستان حاجیبای تاجیبایov در روسیه میخائیل زادورنov کلارا نویکova ولادیمیر ویناکور گنادی خزانov یevgeniy پترزن این همش مرا شاگردهایم میشد دیدید اصلا اونا همش منبع حق استادی دارن لیکن صنعتی اصلیه حجمیه همه ساله کنده توپ بوده که بزنید توپ داده که بزنید گوشتان به میفورد قلفی دلتان کشاده بشد در روی چهرهتان تبسم پیدا بشد یک مویزمه چپان کهنه داشته است و این چپان همه کهنکی کهنکیش پختای سفیده صبح سرخ دارتگی یکنیم میتونه چپان 1 متر شده موندگی اینه ببین با همین چپان پوشیده میگیزد 5 تا پسر داشت سری کلاناش داداش بوده نصیحت کرد است زمان هم میگه پیش فرزندو این مسئله پدر مادر یه کنه میگه واسه فرزندو پدر مادر مسئله میگه اون دادا بود اون دادا اتیست بود اون آدم شرمنده
خدا را شکر شما با خانه با پوشید میلش حوله با پوشید میلش کوچه با پوشید بارم بسید محله با آدم با قبض است اولی ما خندیس است مسئله کرد است مویش خرمانده کرد دادا کشیده پرتی داریم و خدا را شکر 5 تا پسرتان همه ما راستیه چه خواهیم شما با زوادی چپانی ساخته میکنیم هر روز یک چپانی نام میپوشید دادا کشیده پرتی داریم چپانچه کنه یادار داداش قهرش میدست ملچک ملک اساس این چپانچه کهنه این چپانی تبرک چپانی مقدس چرا چپانی تبرک این چپانی دامادی و من این چپان پوشم سالهای دامادی یادم نمیاد من یاش میشم جوان میشم من سیر حرکت سیر غیرت میشم من یگید میشم فهمیدی یگید میشم باید کم پیرش شنیده چیزی گفته است های می سفید اگر گپتا راست باشد همین چپان را شبانه پوشیده خواب کنید نمیشود کوههای بلند چی در کار برفش نباشد دل عاشق چی در کار یارش نباشد باقی ایرم چی در کار بیت یعنی تالش نباشد یا کمپرهایم زخم می شود چالش نباشد این روایت حضرت ما چی گفتن این همش حکمت است نه همش من همین خلق من سرچشمه ایجاد من از حق میگیرم از حق از قرآن کریم از حدیث پیغمبر میگیرم مسخره حرام لیکن خنده کردم تنقید کردم خنده تازه این فایده شد من یک کتاب نویسم شاه خنده این خنده که از وای خداوند متعال راضی باشد و کل بندگانش بهره گیرم از این لحاظ خنده رحمانی باشد نه بلکه شیطانی همه من حق میگیرم با حق گردان میدم فقط مادرت میگم دادات بی پرداز نشون نته بگو هم با کمی که ارنجلاف کرده آرایش داده با خودتون با چی میکنم یک موسیقی 70 پسرش بذاری دکتر توی دارش خدا دیسته باید 70 پسرش بذاری پیری بدولت با سرها که نوبت منو داداش برداشته میگشت است کیتاش پیش و برداشته میگشت است یک تا همسایش بود است یک تا پسرش بود است و داداش زخمی شده است دون پسرش جنگ میگه است ولی دیگه دیدیم نوبت منو برداشته من یک بار بردار میگفت است روزی هم یک تا پسر پیش 70 تا پسر بود است گفت است کنی 70 تا پسر همه هم جمع می یک 2 3 4 5 16 17 بودم کنی دادا برداشته میگشت است همه اینش یکی گردپا گویم همین داداتان پوچیک شکلی روگشه میدونم که روگشه حد سردیتان خودش روگردد و من دادان هر شوی مثال آورده من به تانه میکنم که یک بار بردار گفتن من دادام بردارم نه یا خراجت روزانه بردارم نه سردیتان دادات نه روگردد خودش سردیتان اینه ای رجاش نه اکا بودن هر چیزی و دادام سردی با مول شده براسته بودن اگر تن صحت باشد و خاطر جمع دان که لقمان و اسکندر از تو کم مردم بزرگ بگیرم همیشه باشید همه باشید تن صحت باشید خاطر جمع باشید الهی پسرتان داماد شود دخترتان کیلی شود یافتگیتان فقط روزه نیک بنست کند خدا نشکر که امروز زمین ما تنج آسمان ما مصفا الهی امروز تنجی ما و چشم نرسد چونکه در باغ آرام بلبل خانش میکند صلح و پیشنگی مهر عاقبت و کشته میآید صلح و وحدت دوستی محبت در کشور ما ابد باشد همیشه خنداره و خوشبخت باشید همه تمام یک جواب تشکر ما در این بنا کمیته وطن بود این کسکتی جنوبی مرادت با عنوان بهترین طبیب خلق تاجیک دادگی بودن بفکرم یک 10 سال شده یا زیادتر شد این کسان طبیب من دیده طبیب خنده کده بسیار آدم ها حاضر در تا نشد کم کم کسان بوده جورشید خانوات ها دعوت کنید شما خنده سلام علیکم